تا حالا شده یه لحظه وایسی و از خودت بپرسی من واقعا دارم زندگی میکنم یا فقط دارم روزا رو میگذرونم؟ بعضی روزا همه چی انگار تکراریه. صبح، کار، خستگی، خواب، دوباره همون چرخه. اما تهش یه حس خالی بودن ته دلت میمونه. زندگی فقط نفس کشیدن نیست. زندگی یعنی لحظه لحظه رو حس کنی. یعنی وقتی برمیگردی عقب با لبخند بگی آره یه همون زندگی بود که میخواستم. امروز میخوام 5 نکته ساده ولی عمیق و باهات به اشتراک بذارم. چیزایی که اگه اجراشون کنی میتونی دوباره طعم واقعی زندگی رو حس کنی. 1. وقت رو حس کن، نه فقط بگذرون. اگه هر روز مثل دیروز باشه، زندگی میشه یه فیلم تکراری. یه مسیر جدید امتحان کن. با یه آدم تازه حرف بزن. حتی یه غذای جدید بخور. همین تغییرای کوچیک باعث میشه مغزت بیدار بمونه و لحظه ها رو با تمام وجود حس کنی. 2. کارای مهم رو اول انجام بده. همه کارا مهم نیستن. بعضیا فقط فوری هن. قبل از شروع روز 3 کار انتخاب کن که واقعاً آینده‌تو میسازن. وقتی همونا رو اول انجام بدی، شب که سرتو میذاری رو بالش، حس میکنی روزت با ارزش بوده، نه فقط پر. 3. یه هدف داشته باش. بدون هدف هر چقدرم بدویی نمیدونی داری به کجا میرسی. هدفت باید کاری باشه که وقتی انجامش میدی گذر زمان رو حس نکنی. این حس غرق شدن یعنی توی مسیر درستی. 4. احساساتتو بشناس. بیشتر آدما حتی اسم احساسی که دارن رو نمیدونن. وقتی عصبی شدی قبل از هر واکنشی چند ثانیه مکث کن. فکر کن اون آدم مقابلت چی حس میکنه. همین چند ثانیه مکس میتونه رابطه هاتو نجات بده. 5. خودت زندگی تو بساز. منتظر نباش زندگی ایدئال خودش بیاد. مثل یه خونه است که باید خودت آجر به آجر بسازیش. طرح آینده‌تو تو ذهنت داشته باش، ولی نترس اگه وسط راه مجبور شدی تغییرش بدی. شکست‌ها و پیچ‌های غیر منتظره اینا دشمن تو نیستن. اینا همون چیزایی هستن که داستان زندگی تو خاص میکنن. زندگی کوتاهه، ولی اگه با آگاهی زندگی کنی حتی یک روزش میتونه به اندازه 1 سال ارزش داشته باشه. یادت باشه، حس کن، انتخاب کن، بساز. چون هیچ کس دیگه زندگی رو به جای تو تجربه نمیکنه. اگه این حرفا برات مفید بود، همین الان یه لایک کوچیک بزن که یوتیوب این ویدیو رو به آدمای بیشتری نشون بده. و اگه دوست داری مسیر رو با هم ادامه بدیم، سابسکرایب کن. تا ویدیوی بعدی زندگی رو با دل و جون نفس بکش.